نزد میکروفون اینجا بیا. کین شما؟ رجب‌زاده شهباز مظفر. چند سال شد کار میکنی؟ 1 سال و 8 ماه محترم جناب. 1 سال و 8 ماه؟ بله. چند خانه داری؟ راست شگو. 3 تا محترم جناب. چند ماشین داری؟ 1 تا. 1 تا نه، راست شگو. محترم من دارم دستم. فهمیدم 2 تا من است، 1 تاش از من است محترم جناب. 1 تاش به نام دیگر، 1 تاش به نام خودت. چند سال میستد ماشین؟ چند زبان خارجی را میدونی؟ 3 زبان محترم جناب. کجا را ختم کردی؟ دیپ اکادمی روسیه محترم جناب علی. دروغ میگوی، ختم نکردی. کنسولش بله بله. ختم نکردی، دروغ نگو. بله ختم کرده نیستم محترم جناب علی. با سبب های پیشت کردم برای نداشتن سواد. چرا از نام فرزندانی رهبر دولت میزنی؟ همین کادر جوان گناهت از موی سرت زیاد است. فهمیدی؟ در کدام ساختاری کار کردی؟ از جای تو را جزا قطعی پیشت کردم. از چه کار را قبول کردین؟ من نمیدونم. یگان کسی اطاعت نمیکند. سلام نمیکند حتی. چی؟ تو یگان باز از آسمان چکیدی؟ نه محترم. قانون برای چی؟ قانون برای کی است؟ گناه نداری؟ کمودی نداری؟ دارم. همین میره ارزت میشه گم میشه. همین خیلی که جوانی نباشه کجا ترما را میگیری؟ نه کم از 15 سال. پولای خارجی برآورده کردم گردونی. خوب شد محترم. شد. اکثریت را برای منگذرگاه ها، اکثریت را برای ترمینال ها، اکثریت را برای ریاست های گمرک انمی احوال است. شخصان عادی نیستم. از کجا در آمده بود جن میشد؟ کجا را نگاه میکنید شما؟ 100 میلیون میلیارد رفته ایستاده است. دیگه بودجه اجرا نمیشه. آموزگار 10-12 ساعت روزی دراز وای میکنه، 700 سامان میگیره. اجرای این کارها برای تاجیکستان همچون کشوری